در زندگی شخصیت‌هایی هستند که توسط فعالیت بابرار خود به مرتبه‌های بلند رسیدند. از همین قبیل شخصیت‌ها باباجان غفورов قهرمان تاجیکستان محسوب می‌یابند که با فعالیت خود، با بردباری خود به جاده‌های بلند علم و ادب و انسان‌نگری رسیدند که این البته برای همزمانان خیلی در راهی به وجود آوردن اندیشه و تفکر و فعالیت ورزی زمینه‌ها فراهم می‌آورد. اگر ما به زندگی نامه باباجان غفورов نظر افکنیم، بر علم می‌بینیم که تاروپودی آن کس با مهنت و زحمت سخت تنیده شده است و این نتیجه همان مشکل ناپسندی آن کس را بازگو می نماید و آن کس در دوره به دنیا آمدند که زمانی پرزیدیت و پرماجرا بود و همین زیدیت و ماجراهایی که آن کس در زندگی هر روز خود در دوران نورسی می دیدند البته به آن کس بی اثر نگذشت و بی اثر نمانده است. آن کس به حادثه واقعی رویدادهای ابتدای عصر 20 نظر افکنده دایر به همین حادثه واقعه ها بی‌طرف نبودند و بیشتر کوشش به خرج می دادند که نیک را از بد فرق کنند و راهنما باشند در زندگی. راهنما برای که البته برای هم نسل های خود. این اگر ژرف نظر افکنیم میبینیم که سررشته‌اش از عائله سر زده است و طوری که معلوم است پدری باباجان غفورov دهقان، باغبان و یک مدت کارگر در راه آهن، مادرشون زنی بسیار با فرهنگ و با معرفت ایام شاعره راضیه آزاد بودند که اینها از تربیه فرزند خود در کنار نبودند و هر لحظه هدایتگری اون کس بودند و همین محیط فرهنگی عائلوی و اوضاعی که در جامعه به وقوع پیوسته بود اینها را تحلیلکارانه مقایسه مشاهده می کردند و در همین دوره ها مکتب های نمونه نو به وجود آمدند و باباجان غفورov دوران مکتبی خود را در همین قبیل مکتب ها گذرانیدند و هوشیاری و زیرکی ظاهر می کردند در همون دوره نورسی، در دوره مکتب خانی که این البته به فعالیت آن کس خیلی تاثیر خوب، خیلی تاثیر شایسته می گذاشت و در مکتب فعال بودند، درس ها را خوب می خوندند، در نوشته ها تا حتی احساس کرده می شد که از چکیده خامه این کس در روی کاغذ حرف و هجاهای پیدا می شدند که به ایجادکاری میل داشتند، به واقعه نگاری میل داشتند و واقع بینانه انعکاس کردن از آنها به خوبی هویدا می گردید که این البته بی سبب نبود. یعنی مطالعه بر دوام نسبت به حادثه واقعی رویدادها بی تفاوت نبودن چشم اون کس را هر روز گشاده می گردانید و این باعث عالم را دیدن، اطراف و اکناف را دیدن سبب می گردید و با همین منوال در مکتب خوب و اعلا خوانده با هم نسلان خود، با هم سبقان خود مثال در مورد آموزش سوال و جواب ها مباحثه ها دایر می کردند. نسبت به محیط زمان نو حرف و هجا به عمل می آوردند و ماهیت خواندن و نوشتن، اهمیت جامعه نو را بازگو کردن از مد نظر آنها دور می رفت، خواه در صحبت های بین همدیگری باشد، خواه
در معرکه. البته نظر اندیشه در این مورد خیلی دامن گسترده و دقت جلب کننده بود و میل نویسندگی، میل روزنامه نگاری در همین دوره ها در دل بابا جان غفوروف جای گرفت که این بی سبب نبود، چون که ما صاحب جمهوری مختار در ابتدا، بعد صاحب جمهوری مستقل هم گردیدیم و همین ها البته و محیط همین جامعه تاثیر خود را میگذاشت و این آدم تشکل میافتند. راهپیماییشان در پیمودن راه زندگی نسبت به همسالان خود دیگرگونه تر، پیشرفته تر و تشکل یافته تر میتابید که این البته از خودشناسی و خودآگاهی اون کس دلالت میداد. و در جریان در مکتب خوندن گزیت‌های دیواری همون سالها نو پیدا شده بودند. در همون گزیت‌های دیواری مطلب ها می نوشتند و این رو هم نسلان اون کس در خاطره هایشون نوشتند و آهسته آهسته توجه این کس رو روزنامه نگاری به خود جلب می نماید و همکاری با گزیته ها، یعنی با روزنامه های همون دورینه به وجود می آید و اولین همکاری ها ثمره خوب می دهند و نوشته های این کس در همون دوره در صحیفه های روزنامه آواز تاجیک به نشر می رسید و صحیفه را زیب می بخشید. در نوشته ها مسئله گذاری ها به خوبی مشاهده کرده می شد که این البته از جهانبینی فراخ آن کس، از سیاست فهمی آن کس دلالت می داد. و امکانیت فراهم آمد که بعد از ختم مکتب در کورس یک سالی حقوق شناسان شهر سمرقند تحصیل نمایند و تحصیل در این کورس البته دیده آن کس را باز هم گشاده تر گردانید و از نزدیک با شخصانی که در روزنامه مجله کار میکردند دیدار نصیب، دیدار همدیگر بینی، یعنی با دیدار شخصیت های قلمکش، شخصیت های ایجادکار مشرف شدنشان از نزدیک در همین دوره پیدا می شود و طوری که از نوشته ها هم برمی آید آشنایی یا شناسایی استاد بابا جان غفوروف با استاد علم و ادب، استاد فرزانه این ملت صدرالدین عینی عجملی در همین روزنامه اولین بار به وقوع پیوسته باشد و آشنایی با نوشته های قلمکش های پیشرفت روزنامه آواز تاجیک، بخصوص نوشته های استاد عینی از روزهای اول توجه بابا جان غفوروف را به خود جلب نموده بودند و از اینجاست که همکاری با گزیت روزنامه آواز تاجیک وسعت پیدا می کند و در همین سالهای 1928 1929 ورقگردان کنیم می بینیم که مطلب بابا جان غفوروف در همین دوره زیاد به تب رسیده است. البته همین سبب اساسی زیاد به تب رسیدن در اون بود که این کس به همون کورس حقوق شناسان که داخل شده بودند و میخوندند از نزدیک همکاری را با روزنامه وسعت بخشیدند. همینطور مهر قلمکشی آن کس را تا به پایتخت کشور آورد و همکاری با روزنامه های موجوده، یعنی بیداری تاجیک هم در همین دوره وسعت پیدا کرده است. بعدا به کار دعوت می شوند به روزنامه قزل تاجیکستانی و با در اونجا به صفت
ана мудири шуъба фаъолият меварзанд ва шавқу ҳаваси ана қаламкашӣ водор мекунад ки бобоҷон ғафуров таҳсили худро барои гирифтани маълумоти олии журналистӣ дар институти коммунистии журналистикаи шаҳри Москав идома диҳанд ва ҳамин тавр дар ҷараёни таҳсил дар ин институт бо асосҳои илми журналистика, бо асосҳои илми публицистика аз наздик хуб ошноӣ пайдо мекунанд ва ҷаҳонбинӣ васеъ мегардад, дар самти рӯзноманигорӣ пешсафию пешрастӣ насибашон мегардад. ва баъди бозгашт ба ватан боз фаъолиятро дар рӯзномаи Қизил Тоҷикистонӣ идома дода то ба дараҷаи ҷонишини муҳаррир ва муҳаррир фаъолият мекунанд ва корҳои пурвусъати он касро ба ҳисоб гирифта аз соли 1936 ба Комитаи марказии партияи коммунистии Тоҷикистон ба кор даъват мекунанд ва фаъолият дар ин давра боз ҳам густурдатар мегардад. як чиз ба хубӣ ба мушоҳида мерасад ки дар ҷараёни фаъолият аз қалам даст намекашанд ва қалам пайваста ба он кас буд ва дар ҳамон вазифаҳои ҳизбӣ кор карда истода боз имкон пайдо мекарданд ки дар саҳифаи рӯзномаи маҷаллаҳо маводи худро барои табу нашр фиристанд ва албатта он маводҳо чоп мешуданд, хонандагон аз онҳо баҳрабардориҳо мекарданд. ва аҷобати кор дар он аст ки дар ҳамин давраҳо махсусан дар неҳоди бобоҷон ғафуров як падидае ба вуҷуд меояд ки таърихи халқи худро донист. барои донистани таърихи халқи худ албатта замина фароҳам овардан зарур буд, яъне навиштани таърихи халқи тоҷик ва ҳамин меҳру муҳаббат ин касро ба ҷодаи таҳқиқи таърихи халқи тоҷик самташонро менигаронад ки ин албатта бисёр як падидаи ҷолиб буд дар ҳаёти илмию иҷодии ин кас ки ба ин кор машғул шуданд. ва дар даврони ҷанги бузурги ватанӣ баъзе тақозоҳо ба амал омад дар мавриди бозгӯ намудани фаъолияти қаҳрамонону паҳлавонони гузашта ки барои имрӯзиён намунаи ибрат бошаду барои имрӯзиён хидмат ба амал орад, он касро ба ковиши қаҳрамонону паҳлавонону фаъолияти онҳо равона кард ва дар ҳамин давраи ҷанги бузурги ватанӣ китоби муборизаи халқи тоҷик бар муқобили аҷнабиёнро ҳамроҳи Прохоров рӯи чоп оварданд ва ин як имконият, як заминае буд ки ин кас ба таърихи халқи худ жарфтар, амиқтар ворид шаванд ва барои минбаъда фаъолиятро густардатар гардонанд. ва ҳамин тавр фаъолият карда истода дар дастгоҳи Комитаи марказии ҳизби коммунистии Тоҷикистон аз инструктори оддӣ то ба мудири шӯъбаю сардори раёсат ва то ба дараҷаи котиби якуми Комитаи марказии партияи коммунистии Тоҷикистон мерасанд. махсусан фаъолияташон дар вазифаи котиби бахши идеологии ҳизби коммунистии Тоҷикистон бисёр густурда буд ва бисёр корҳоеро ба сомон расонданд ки таърихи халқи тоҷик аз хотир фаромӯш намекунад. албатта ин натиҷаи заҳмату кӯшишу ғайратҳои шабонарӯзии он кас буд ки ба ҳамин вазифа интихоб шуданд
یا تعیین گردیدند و کارشون رو خیلی با ثمر و انجام رسوندند. و معلوم است که دوران جنگ بزرگی وطنی بسیار دوره دشوار بود، لیکن به دشواری ها نگاه نکرده آن کس راههایی رو پیدا کنند که برای به فرانت جلب نمودن صاحب وطنان و کار عقیبگاه را با کارمندان با مهنتکشان تامین کنندن زحمت های دندان شکن را به سامان رساندند و همین طور کارشان در همین دوره دشوار هم نظررس بود. آبروی و اعتبار و اعتراف پیدا شد و این شخصیت را در تمام گوشه و کنار تاجیکستان در همون دوره با نیکی یادآوری میکردند و نتیجه فعالیتشون رو خوب پذیرایی میکردند که این البته از همون فعالیت خالصانه به منفعت خلق و وطن، به منفعت مردم کشور برای زندگی شایسته مردم روانه کرده بودند. و سال 1946 کاتب یکم کمیته مرکزی پارتی کمونیستی تاجیکستان تعیین میکردند و در این وظیفه با نفوذ 10 سال زحمت به خرج میدهند و در طول این 10 سال فعالیت چنان کارهای را به سامان میرسانند که نسل امروز هم دائم با نیکی یاد میکند که در همون دوره این قبیل کارها به ثبوت رسانده شده است که البته سهم شخصی بابا جان غفورov در این کارها بسا جالب و نظررس. اگر از جهت علمی و فرهنگی نظر افکنیم میبینیم تأسیس یافتن دانشگاه ملی تاجیکستان سال 1948 با تشبث بی‌واسطه همین آدم همچون راهبری جمهوری به وقوع پیوسته است و مرکزهای علمی بسیار معتبر امروزه اکادمی ملی علمی تاجیکستان هم در دوره راهبری همین کس روی کار آمده است، یعنی سال 1951 که این مؤسسه ها در تربیت کردن، در راهنمایی کردن، در به دستاوردهای نظررس مایل گردیدن اهل کشور خدمت به عمل آوردند و باز تاکید کردن به مورد است که در همین دوره ها با وجود کار زیاد داشتن آن کس از قلم جدا نبودند، با قلم پیوست بودند و بسیار مقاله های ماندگار در همین دوره روی کاغذ آوردند، در صحیفه روزنامه مجلات چاپ کردند که نام آن کس را با جاودانگی به صحیفه تاریخ ثبت نمودند. و بالاتر طوری که ذکر کردیم همین شوق و هوس تاریخ آموزی این کس را آرام نمیگذاشت. با وجود سیرکاری ها به تاریخ متوجه می شدند. یک لحظه اگر بیکاری یا لحظه فارغی دست می داد البته می پیوستند با کتاب و با قلم و با کاغذ و همینطور نتیجه اولین تحقیقات پرارزششان این تاریخ مختصر خلق تاجیک بود که سال 1947 از چاپ برآمد و در یک مدتی کوتاه 3 مراتبه سال 1949 1952 و 1955 با زبان روسی با تحریر و علاوه ها به طبع رسید و همزمان خوانندگان خود را پیدا کرد. و اگر هم تو نظر افکنیم میبینیم که تاریخ مختصر خلق تاجیک این اثری است که تاریخ خلق تاجیک را بازگو کرده در آنجا به طور علمی و به طور واقعی ثابت گردیده است که تاجیکان همچون ملت از زمانهای خیلی دور با وجود آمده و فعالیت کرده در پیشرفت جامعه جهانی نقش خود را گذاشتند، در غنی گرداندن فرهنگ مملکت ها نیز نقش
بارز گذاشتند و همینطور فعالیتی باباجان غفورов ادامه می‌یافت و باباجان غفورов بعد از اون که تاریخ مختصر خلق تاجیک را نوشتند با این اکتفا نکرده بالای این اثر کار کردند و نتیجه 30 ساله بیدارخوابی و کاوش و جویش ها امکان فراهم آورد که آن کس کتابی را با نام تاجیکان روی چاپ آورند و این سال 1972 دست داد که در نشریات نوکی شهر مسکو با زبان روسی با تعداد 10,000 نسخه از چاپ برآید و ببینید که بزرگی قلم مورخ به آن آورده رساند که در یک مدت کوتاه کتاب از رفهای مگزین خریداری می شود و مردم به کافتکاوی آن می درآیند و همین طور هم شد. تا حتی به نشریات هم زنگ می زدند مخلصان کتاب، به خود مؤلف کتاب بیواسطه زنگ زده می گفتند که ما مثال انتظار آن هستیم که کتاب باز نشر شود و مردم برای مردم دسترس گردد. همینطور این کتاب با نفوذ نام مؤلف را به جهانیان معرفی کرد. ببینید زحمت مؤلف دست داد که یک شاهسر روی کار آید با نام تاجیکان و همین شاهسر هم من قدردان نمانم گوید گفته شهرت مؤلف را به شهرت جهانی تبدیل داد که این بهترین دستاورد است و امروز هم مخلصان این اثر گرانبهای پرارزش در تمام اقصای عالم یافت می شوند و همین پرمحتوایی کتاب و تاریخ نگاری واقع بینانه مؤلف بود که این اثر در زبانهای خارجی در مملکت‌های گوناگون ترجمه و چاپ شده به دست هواداران این کتاب معتبر رسید و ببینید 51 سال شده از نشر کتاب و نشر تاجیکیش همیشه به روزها 40 سال پر می شود که دسترسی مردم گردیده است. در جریان فعالیت در زندگی و در فعالیت‌های خود مردم از اون ثمرناک استفاده می بردند. امروز هم از اون ثمرناک استفاده می برند. ببینید با تشبث و ابتکار سرور دولت در عرفه 30 سالگی صاحب استقلالی کشور این کتاب با عدد خیلی زیاد 1,600,000 نسخه از چاپ برآمده، طوری که جناب عالی در پیام خود سال 2019 گفته بودند که این کتاب باز نشر کرده به هر خاندان تاجیکستان به طور رایگان تحفه کرده شود. این البته در عمل تطبیق خود را یافت و امروز به کتاب روی میزی هر یک خاندان تاجیک تبدیل یافته است.